سلام خدمت همراهان عزیز. امروز یه نکته آموزشی کوتاه ولی کاربردی میخوام خدمتتون عرض بکنم. شاید براتون پیش اومده باشه که انگشتر توی دستتون گیر کرده باشه. برای در آوردنش یک دو تا راهکار هستش که حالا خدمتتون عرض میکنم. اولین راهکار اینه که حالا به مرکز درمانی که وسیله بریدن انگشتر رو داشته باشن مراجعه بکنید و انگشتر رو براتون به همچین وسیله‌ای به این شکل زیر اون انگشتر قرار میدم و با چرخوندن این چرخ دنده این اره انگشتر رو براتون میبرن و خارج میشه. روش دوم رو توی ادامه خدمتتون عرض میکنم. روش دوم با استفاده از یک نخ، حالا به طول حدوداً 1 متر 1 متر و نیم باید انجام بشه. یک سر نخ رو باید از زیر این انگشتر عبور بدیم. معمولا چون انگشتر زمانی که گیر میکنه انگشت متورم میشه، کبود میشه. الان میبینید این انگشتم تو این چند دقیقه که من این انگشتر تنگ رو دستم کردم در حال کبود شدن هستش. یه وسیله زیر این انگشتر میندازید و به یه نحوی باید سر نخ رو از این عبور بدید. من چون یه دستم درگیر هست یه ذره کارم سخت‌تره. شاید نختون اگه نایلون باشه یه مقدار راحت تر رد بشه. حالا به هر حال ما ردش کردیم. خب این سر نخ رو با انگشت شستتون نگه می‌دارید و ادامه نخ رو شروع می‌کنید به پیچوندن دور انگشتتون، دورهای نزدیک به هم. شما با این کار به طور موضعی تورم اون ناحیه رو کم میکنید. این پیچیدن ها رو ادامه میدید تا حدوداً از یک مفصل انگشت عبور کنید. معمولا از این مفصل که عبور بکنه انگشتر دیگه به راحتی بعد از اون در میاد. خب سر نخ رو قیچی میکنیم و این سر دیگه نخ رو که از زیر انگشتر رد کرده بودیم شروع میکنیم به چرخوندن. میبینید که انگشتری که گیر کرده بود تو انگشتم رو راحت هل میده به سمت جلو و تمام.